مقصد به تنظیم درآوردن روند مهاجرت همسالت در دولت‌های اعضای شورای هماهنگسازی مبارزه با مهاجرت غیر قانونی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی یا اودیکبه در چند مرحله عملیات‌های مشترک نلیگال گذرانیده می شود. مطابق نقشه گذرانیدن عملیات منطقوی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی اوید به مقاومت به مهاجرت غیر قانونی نلیگال 2022 و اجرای فرمان یکجایی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان از 5 اپریل سال 2018 در دو مرحله از 27 ایون تا 4 ایول سال 2022 عملیات به نام نلیگال از جانب کارمندان خدمات شناسناموی و بقیدگیری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان برای حفظ ترتیبات جمعیتی، پیشگیری جنایتکاری، آشکار نمودن مهاجرت غیر قانونی و دیگر قانون شکنی ها گذرانیده شده و مرحله دوم عملیات نلیگال 2022 با نام نلیگال کاردان از صحنه دهم تا 7 اکتبر سال 2022 برآمده شده است. در رفت عملیات از طرف کارمندان خدمات شناسناموی و بقیدگیری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و بخش‌های آن در شهر و ناحیه‌های ولایت در یک جایگی با کارمندان مقامات کارهای داخلی، نمایندگان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان، نمایندگان خدمات مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان طبق نقشه ترتیب داده شده در حدود ولایت عملی گردیده ایستاده است.